سلام، من کسرونیکسم. میدونی چرا؟ از یوتیوب فارسی خستم. شونیدی داره رو صندلی گیمینگ سالتو بارانداز میزنه. اما یه نفر داره به 1000 تا یوتیوبر دیگه دعوا میکنه. از اونورم یه نفر نشسته پشت میز داره به ویدیوهای یکی دیگه ریاکت میده. یه 4-5 نفری هم دارن ویدیوی فاخر تولید میکنن. حالا چی شد که به اینجا رسیدیم؟ بیاید برگردیم به 8-9 سال پیش، موقعی که آریا رحمتی 17-18 ساله تصمیم گرفت دسته ایکس باکس وان با دسته PS4 مقایسه کنه. از اون وقت خانم میا پلیس تصمیم گرفت مینی ولاگ درست کنه درباره زندگیش و هر از چنگایی راجع به گیم‌های مختلف توضیح بده. یه کیوریپایی هم بود که بازیگرای فیلم‌های همبستری رو به ما توضیح میداد. خب این چرا باعث شده بود که یوتیوب فارسی بگیره؟ چون ما چند تا محتوا رو همزمان داشتیم. جوکسر داشت گیمرها رو جذب می‌کرد، میا پلیس داشت دخترایی که به سبک زندگیش علاقه‌مند بودن رو جذب می‌کرد، خب کیوریپایی هم داشت یه سریا رو جذب می‌کرد. این اصلا مهم نیست. رفتیم جلوتر، یوتیوبرهای جدید اومدن، خب مخاطب بیشتر میشد. در ازای مخاطب بیشتر، مخاطب هم دوست داشتن تولید محتوا کنن و مثل یوتیوبرهای دیگه دیده بشن. ولی اون موقع یه فرق داشت. اون موقع بقیه یوتیوبرها تصمیم گرفتن با ایده های جدید بیان. همین که همه داشتن با ویدیوهای جدید و ایده های جدید می اومدن، مثلا امیر توسلی اومده بود یکی از قشنگترین ویدیوهای یوتیوب فارسی رو فکر کنم داشت میساخت. خودم با پارتنرش اومده بود گیم میزدن، برای اون موقع جالب بود. همینطوری رفتیم جلوتر، کرونا اومد. هیچکی دیگه نمیتونست محتوایی که بیرون از خونه میساخت و تولید کنه. به خاطر همین خیلی از کسایی که بلاگ بیرون از خونه تولید میکردن تصمیم گرفتن بشینن پشت میز و به چند تا چیز دیگه ریاکت بدن. که اون موقع فرشاد سایلنت و سوگنگ ترکوندن با ریاکت به سوتیای کلاس مجازی. ولی خب تا اون موقع ایده جالبی بود. موقعی که قرنطینه تموم شد، بچه‌ها برگشتن سر مدرسه، هنوزم فرشاد سایلنت و سوگنگ داشتن به پارت‌های مختلف سوتیای کلاس آنلاین ریاکت می‌رفتن که این به نظر من اصلاً چیز قشنگی برای اون موقع نبود. خسته شدیم دیگه. خب حالا چی میاد که یوتیوب رو دوباره جذاب کنه؟ یه سری ولاگ خیلی قشنگ اومد. بنیامین اومد، محمد افشار اومد، مانیکسویل اومد، علیز اومد. شروع کردن ولاگ‌های جالب درست کردن. حتی یک سری گیمرامون که کارشون فقط پشت میز نشستن و گیم زدن و استریم بود که جذابه، نمیگم جذاب نیست، و از پشت میز بلند کردن و شروع کردن ولاگ ساختن. مثل سام صابری، بیگزموگ و خیلی از بچهای دیگه. و خیلی از ولاگرای اینستاگرام هم آوردن داخل یوتیوب، مثل اشکان شادکامی، همون مشلیه خودمون که ولاگ ساختن. حالا یه مورد اشتباهی پیش اومد این وسط. چی شد؟ هنوز اومدن ولاگای این شکلی ساختن. یکی از بدیهایی که تو یوتیوبمون داریم اینه که هر کی هر کاری میکنه بقیه شروع میکنن دقیقاً این همونو انقدر انجام میدن تا از مود بیفته. مثلا اگه بنیامین فقط سبک ولاگای خودش رو درست میکرد، هنوزم یه سبک ولاگ خاص بود که فقط برای خودشه و فقط میتونی تو چنل خودش ببینی. مثل ویدیوهای کومان که الان داره ساخته میشه، فقط سبک خودشونه، فقط هم تو چنل خودشون هر جا ما میتونیم ببینیم. ولی خب هنوزم ایده‌های جدید همونطور که همه میخوان میگیرن. مثلا هایس پاندا و ویدیوهای گیمینگ جدیدش اومد کل چنل‌های گیمینگ رو با خاک یکسان کرد. الان همه دارن فقط هایس پاندا میبینن. کومانی که براتون مثال زدم، ویدیوهای میلیونیشو همیشه هر موقع که دلشون بخواد دارن، چون ترکیب جالبی ان و ایده‌های جدیدی دارن. از اون ور یادتون باشه ممنتو دوبله میذاش. موقعی که دوبله میذاش یه چیز خیلی خاص بود تو یوتیوب که همه با عشق دنبالشون میکردن. جزو اولین صدکایی‌های یوتیوب فارسی بود. ولی خب الان دوباره یوتیوب فارسی دد شده. یعنی چی؟ یعنی دوباره شده پر از ایده‌های تکراری، چیزایی که همه جا میتونیم ببینیم. یوتیوب فارسی دقیقاً مثل موقع بلایند دیت وینیوید شده. موقعی که وینیوید بلایند دیت گذاشت، بعد کل چنل‌های یوتیوب شروع کردن بلایند دیت ساختن. ما مجبوریم دو نفر رو ببینیم که یه گوشه میشینن با هم میخوان برن با هم تو رابطه. ایو الان وقتشه برسیم به جواب تایتل ویدیو. چرا هیچ وقت یوتیوب فارسی مثل یوتیوب آمریکا نمیشه؟ به خاطر اینکه هیچ وقت هیچ کس از خودش ایده نوین زیاد به کار نمیبره. مثلا هیچ موقع ما ندیدیم یه نفر بیاد یه ویدیویی بسازه که برنگردن بگم آقا ایدهش اسکی از فلان کسک، یا یه نفر بیاد یه ایده‌ای بسازه و بقیه نگن او فلان کسایی چه ایده‌ای به کار بود، ما هم بریم همونو بسازیم. به خاطر همین نمیذارن که ما یک یوتیوبر خاص داشته باشیم و خودشون هم خاص نگه دارن. و الا اگر محتوایی مثل کومان، مثل ولاگای کیوکسر، مثل ولاگای علی بروکس یادتون باشه بیشتر میشد، مثل محتوا گیمینگای هاج فاندا بیشتر میشد، محتوای خاص که داستان سرایی داشته باشن، ولاگای خیلی از بچهای دیگه که الان دیگه نیستن.
اون سبک رو اگر بیشتر داشتیم الان قطعا یوتیوب فارسی حداقل توی ایران بیشتر فراگیر میشد. ویدیوم تمام شد. نشد. میخواد بشه. میدونی چیکار کنم؟